با عرض سلام و خسته نباشید بچه ها، چطورین؟ به ولاگ چمدونی من خیلی خوش اومدین. قراره که چمدون بچینیم واسه یه 3 روز سمینار مرگ. ساعت الان 11 و من قاعدتا باید ولومم رو بیارم پایین، ولی کلا در توانم نیست. قراره احتمالا برنامه اینه که تا صبح بیدار بمونیم چون که باید وسایل رو جمع بکنم. یکی من آدمی هستم که کلا همیشه دقیقه 90 همه چی رو میذارم ته تهش، یعنی مثلا 5 ثانیه مونده به اون اتفاق مثلا من تازه استارت میزنم ریلکس کار رو انجام بدم. بعد انقدر استرس میگیرم که گنگ میزنم توی تک تک کاری که باید انجام بدم. شت دوباره اوج گرفتم. بله اوج نگیر میبینی اوج میگیره عزیزم، اوج نگیر الان من اوج نگیر عزیزم، اوج نگیر. حالا ببینیم چجوری پیش میره. برو گرفتیم و بعد از همه چمدون رو برداریم و انتخاب کنیم که 100% باید این وسطیه رو برداریم. اگه به من بود که بعد از 100% میخواستم چمدون رو گنده بردارم چون اینقدر وسایل دارم که همه 3 روزه بچه‌ها. ولی حالا من وسایلمو جمع می‌کنم ببینید فقط چقدر زیاد میشه این وسطیه رو. حالا من الان باید اینو محل اول اینه که من اینو باید خیلی آروم و بی سر و صدا الان از اون بالا بیارمش پایین. خدا به داد برسه. ببین الان میتونیم بدون خرابکاری و بدون درد و خونریزی این لامصب رو بیاریمش پایین. گفتم خب اول از همه این که 3 دست لباس احتیاج داریم و از اونجایی که سمینار در یک جایی داخل جنگل و تا حدودی بالای کوه باید لباس گرم برداریم. لباسی که فردا قراره بپوشم اینو آرشون نمیره تو چمدون چون همونجوری که گفتم فردا قراره بپوشمش. این میشه روز اول. قراره بریم سراغ روز دوم. اینم سرهمی بافتنیه که امیدوارم بنز کافی گرم باشه برای اونجا. میریم سراغ لباس سوم. بچه سر لباس سوم من هنوز با خودم به توافق نرسیدم چون که نمیدونم که اینو میخوام ببرم تیپ اسپورت یعنی که مثلا یقه اسکی ببرم، مثلا حالا یا این یا حالا مثلا یقه اسکی قرمز کش کن. بعد من با کتونی خوب نمیشه، بعد من مثلا اضافه به خودم بوت ببرم اینو بدش کنم. مثلا نظر خوبی نبود، همون تیپ اسپورت بهتر بود. این روشی هست برای جو شدن لباس. اینجوری میگن چیزش میکنن میپیچوننش مثل ساندویچ که کمتر جا بگیره. من اصلا به این اعتقاد ندارم. خدا اینکه اصلا میگن که لباس چروک میشه همونقدر جا میگیره و احساس میکنم که اگر لباسا رو کف چمدون پهنش کنی تا اونجایی که میشه جای کمتری میگیره و امتحان کردم برای من که این راهکار بهتر موثر تر بود. بریم سراغ لباس تو خونه که باید لباس خونه چون هوا خیلی سرده پشمالو و گرم باشه. اینم پشمالو و گرممون، جوراب گرم، اینم 2 دست جوراب معمولی. من خیلی خوابم میاد و هنوز نصف وسایلی هم که باید میشیدم و نشیدم و اینکه ساعت تقریبا 12 و من این شکلیم و با اعتماد به نفس میخواستم تا ساعت 8 صبح بیدار بمونم به صورت یک سره، مثلا وسایل رو جمع کنم، خودم آماده کنم و فلان اینا. من بس 8 جلوی در باشم. الان میخوایم بریم از کافی کمک بگیریم ببینم چند ساعت میتونه اضافه کمک بکنه و یه حس مسمومی داره به هم میگه که من خوابم میبره و من خواب میمونم. بعد من این قسمت رو یه دور گرفتم و از اونجایی که گوشی من بین خودم هنگه خاموش شد و نمیدونم چرا فیلم اصلا ضبط نشده یا سیو نشده. این حالا سریع میگیرم که ولاگم خیلی طولانی نشه چون کسی کننده خسته کننده میشه و اینایی هم که اینجا گذاشتم لوازم آرایشم که حالا باید دوباره صبح برش دارم چون میخوام آرایش بکنم و
بخاطر همین در چمدون نمیبندم. اسپری و عطر و کرم دست و عینک آفتابی و پاک‌کننده آرایش و اینم برسم خیلی دوستش دارم، گوگلی شبیه. من میخواستم نشونتون بدم این جیگر طلا رو میذاریم بین لباسا تو چمدون و بوی خوشبو میگیره. البته این در واقع مال کمده ولی من واسه چمدون استفادهش میکنم. خب دوستان این الان وضعیت کنونی وسایلاست و حالا بقیه‌شو فردا جمع میکنیم، ولی تا حدودی همین جمع شده وسایل تقریبا. منم که از صدام قشنگ مشخصه چقدر لهول آوردم. ساعتم 12:45 اینطور است. نزدیکی که حالا بعد ساعت بذارم ساعت 5 صبح بیدار شم که هم حاضر بشم هم ادامه وسایل رو جمع بکنم و امیدوارم اون فکری که میکنم اتفاق نیفته، چون که من بعضی موقع بیدار میشم اتوماتیک ساعت رو خاموش میکنم و میخوابم خیلی ریلکس. آره دیگه، شبتون بخیر.